اگه بهت بگم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا، آمریکا، هنوز توی سرعت اینترنت با لگ زندگی میکنه، باور میکنی؟ در حالی که یک کشور کوچیک به اندازه نصف تهران اینترنتش مثل موشک فضاپیما میمونه و آمریکا هنوز اینترنتش مثل همون مودم‌های 2008. ولی سنگاپور میانگین سرعت دانلودش 2 تا 3 برابر بیشتره. پوشش فیبرش نزدیک به کامل و پینگش اونقدر پایینه که انگار سرور کنار دستت نشسته. حتی تو مترو هم اینترنت قطع نمیشه. حالا جالبیش میدونی چیه؟ آمریکا میگه کشور بزرگه، زیرساخت سخته، ولی سنگاپور نشسته اون بالا به همه کشورهای بزرگ درس میده که اندازه مهم نیست، مدیریت مهمه. یک شهر کشور کوچیک اینترنتش از قوی ترین اقتصاد دنیا هم بهتره. شما نظرتون راجع به اینترنت چیه؟ برام کامنت کن. اگه به اطلاعات عمومی آموزنده و سریع علاقه داری، کانال ما رو دنبال کن. بوس بهت.